إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. برادران و خواهران مسلمان، دوستان عزیز، امروز در ارتباط با اهمیت و یا وجوب ایجاد نظام و حکومت اسلامی که تمام مسلمان ها در هر جای دنیا که هستند فرض است به بالایشان که یک حکومت و نظام بسیار قوی را ایجاد کنند که توانایی زیر داشته باشد که در کل دنیا اسلام تطبیق کند، عدالت حاکم کند، امنیت و دشمنای اسلام در هر جای دنیا که است اونها را شکست بده و در تحت کنترل خود داشته باشه. این موضوع که ایجاد یک حکومت و نظام اسلام یک فریضه است، بسیار مهم است، هم از نظر شریعت، قرآن و هدایت پیامبر، احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، و هم از نظر عقل. و عقل انسان هم میگه که باید یک حکومت و نظام باشد و اجماع امت هم در وجود داره، اجماع صحابه است، یعنی اتفاق است که بدون حکومت و بدون یک نظام قوی نمیشه که ما قانون خدا و دین خدا و آیین خود را لمس کنیم، ببینیم و از فواید از او، از زیبایی هایش، از عدالتش، از خوبی هایش استفاده کنیم. دلایل از این که ایجاد یک حکومت فرض یا واجب است بسیار زیاد است. قرآن اکثر آیاتش که میبینی همی است. زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم، زندگی بعد از پیامبر، صحابه، خلفای راشدین، همش بدون حکومت اونا زندگی کردن مثل یک انسان بلا روح یا جسمی که حیات نداره اینطور فکر میکردن و از نظام و حکومت اسلام آنچنان دفاع میکردن مثل که از جان خود، اولاد خود دفاع میکنن. علیه اسلام نمی بودن، علیه نظام حکومت اسلام نمی بودن، بلکه جان خدا را فدا میکردن. در قرآن یک چند دلیل براتون بگویم. الله متعال در قرآن میگه که ما که کتاب نازل کردیم و یا دین وجود داره به خاطر عزیز که تطبیق شود، تنفیذ شود، قانونش، دستورش، دستور و احکام قرآن، قوانین قرآن مختلف است، زیاد است، یعنی همه بخشای زندگی را شامل میشه. هم و شما دستور و قوانین خانوادگی داریم که خانواده را تنظیم کرده، چه قسم تشکیل شود که بدون نکاح تشکیل خانواده را بزرگترین جنایت میدانه و اونا را اسلام زنا میدانه بدون نکاح را، و او دو فرد جزا میته برش که حتی
اگر مجرد باشن 100 دره زده میشد. آیت صریح سورة نور است: الزانیة و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. یعنی غیر از نکاح هر نوع استفاده جنسی رابطه نامشروع زنا است و زنای جزای خود داره و اگر عروسی کرده باشد سنگسارش میکند که شواهد دلایل یا اقرار ثابت شود. یعنی سعی کنین یک اساس خانواده تشکیلش به نکاح و این حقوق شوهر، حقوق خانم، میراث دیگه بسیار احکام داره که به صدها قانون است. همین قسم نظام اجتماعی داریم که در جامعه مسلمان ها چگونه زندگی کنند، حقوق یک دیگه خودن چه قسم مراعات کنند، چه قسم برخورد داشته باشند. این بسیار دلایل زیاد، قوانین زیادی است که را تنظیم کردگی است و همین قسم قوانین قضایی و جزایی داریم که او با صدها قانون است که مجرمین مجازات شوند، جزا ببینند. اینا جزا دادن یک مجرم بدون یک حکومت، بدون یک قوت و بدون یک نظام ناممکن است. امکان نداره که مجرم جزا بدی، امنیت بیاری، صلح را بیاری، نظم ایجاد کنی، نظم ببخشی در جامعه. این بیخی یک چیز واضح است، یعنی آفتاب واره روشن است. همین قسم نظام سیاسی و اقتصادی داریم که در اقتصاد از حرام اجتناب شود، کاروبار حلال باشد، مال مردم به امن باشد، به طریقای نامشروع سرقت و غصب و غیره مال مردم گرفته نشود. این حال اینجا یک حکومت میخواهد، یک نظام میخواهد که مال مردم محفوظ باشد، نظام اقتصادی مطابق قانون اسلام پیش بره. بعضی ها را میبینیم میگن نه در اسلام حکومت ضرور نیست، اسلام تنها عبادت داره خلاص. گپای میزنن که می حیوان که حیوان است، همون شعورش قبول نمیکنه، حیوان خو عقل نداره. نه این آدمایی که گپ میزنن از حیوان که بدتر هستن. در یک جامعه نظم قانون چه قسم میشه بدون حکومت، بدون یک قوت امکان نداره. حال مسلمان ها یک جامعه هستن یا نه، یک اجتماع هستن یا نه؟ میگه هستن. حال اینجا وقتی که حکومت نباشه، نظام نباشه، چه قسم زندگی امن و زندگی راحت، زندگی که حقوق همی افراد جامعه محفوظ باشه چه قسم پیش میره؟ هیچ میگن همی قسم باشه دیگه. این آدم های سیکولارای حیوان صفت خبیث رزیل پلیتی هستن. اولی متاسفانه با اینمی خباستشان بعضی جوانا و بعضی کسایی که از اسلام بوی نمیبرن اینا را فریب میتن. اینا را ببینی و باز پشت ما زنده باد فلانی خان، مرگ به فلانی خان میدون. حیران میمانی. حالو خب بیدین و حیوان شد، تو چرا پشت از او میدوی؟ همین نماز خانه میگم، نماز هم میخانه، در مسجد هم میایه، کلمه هم میخانه. اینه میره ببینی پشت امو دویده روان است. آدم تاسف میکند که چقدر جهل حاکم است. این جهالت والله یک میده پیش الله حضور شده نمیتونه که تو بگوی من خبر نداشتم پشت از اینی روان بودم. اینه میال ما اینجا گپ میزنیم، صدها هزاران عالم در دنیا نشر میشه به زبانهای مختلف که قسمی که نماز فرض است، نظام حکومت هم فرض است. مثل نماز هم فرض است، هم حکم الله، این هم حکم الله است، هم حکم الله است و او بسیار مهم است، زیرا اگر او نباشه دیگه فرایض تطبیق نمیشه. تمام فرایض، واجبات، اوامر و دستورهای ضروری اسلام بدون حکومت تطبیقش و تنفیذش ناممکن است، امکان نداره. اینمیال ما شما میبینیم که جهان اسلام یک حکومت قوی نداره که اسلام تطبیق کنه و نسای که چه مشکلات، چه مصیبت هاست، چه حالات است. حتی یک کسی نماز هم دلش شد میخوانه، نشد نه نمیخوانه. اگر یک وقت خوان دیگه وقت نمیخوانه. حرام خو اینقدر حرام خوری است که وقتی حلال بگوی میگه کی حلال خورده؟ میگه ما هیچ حلال خوره ندیدیم. کی میگه حلال خورده؟ به من حلال خوره میگه نشان بده. اون روز یک کسی گفت مرا دیروز، میگه بر من حلال خوره نشان بده. میگه کلگی حرام خوره.
ما ندیدیم کسی کاروبار حلال بکنه، تجارت حلال بکنه. یعنی حدثی که زیاد شده، واقعیت حدثی که حرام خوری زیاد است. حالا اگه حکومتی که اسلام تطبیق کنه باشه، کسی حرام خورده نمیتونه. حرام خورا مجازات میشن، به جزای اعمالشان میرسن. زمینی حلال، تجارت حلال مساعد میکنه برای مردم. عقل خو معلوم شد که کسایی که عقل داشته باشن که حکومت، نظام، خصوصا هم که نظام اسلامی بسیار ضرور است. حتی در جامعه کفری یک نظام ضرورت هست. اونا اسلام قبول ندارن، خودشون قانون جور کرده، خودشون جان میتن بر از اونا. نظام های خدا نه، بعضش دموکراسی نظام خدا نام مانده و بعضش کمونیسم نام مانده و بعضش سیکولاریسم نام ماندگی، سیکولار. این نظام های مختلف. اونا میگه که بدون قوانین، بدون حکومت امکان نداره. خودشان ایره میپذیرن. برای ما چطور باز امکان داره؟ دلایل نقلی در قرآن خوب بسیار زیاد است که الله متعال میگه ما قرآن به می خاطر نازل کردیم که حکومت بکنه. حکومت ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. الله میگه ما نازل کردیم بدون شک به تو کتابه. قانون ما هم قانون اساسی ما و هم قوانین کل قانون ما چی است؟ قرآن است. ما این را برای تو نازل کردیم لتحکم بین الناس، تا که حکم کنی. حکم چی را میگه؟ حکومت، نظام. بدون نظام حکومت حکم نمیشه. این میاله که ما حکومت پیش من نیست، نظام پیش من نیست. این خطیب هستم در این مسجد، چون که حکومت نیست، فقط تبلیغ میکنم، ارشاد میکنم، وعظ و نصیحت. این را میگن حکم کردن نمیتون. اگر بگویم این کارا نکنین بیفایده است، این کارا بکنین، هر کس دلش شد میکنه، دلش نشد نمیکنه. هزاران مولوی گپ میزنه، چرا جور نمیشه؟ حکومت پیشش نیست. پس پیامبر الله گفت که تحکمه، یعنی حکومت ایجاد کن و با حکومت دستور صادر کن. تا وقتی که پیامبر در مکه بود، سیرت پیامبر شما خواندین. اگر کسی نخوانده بخوانه، بفهمه. در 13 سال که حکومت نبود، هیچ وعظ و نصیحت میکرد، هیچ. حتی اکثریت مسلمان نشد با وعظ و نصیحت. حتی پیامبر کشیدن، از وطنش تبعیدش کردن، اخراجش کردن، بیرونش کردن. تصمیم گرفتن که به قتل او را برسانن. بعضی صحابه و مسلمان ها را به قتل رساندن به خاطر عقیدهشان، به خاطر بعض عبادات و افکاری که داشتن. هیچ چیز جور نشد. وقتی که پیامبر در مدینه آمد، جامعه را در تحت نظام اسلام جور کرد، حکومت را ایجاد کرد، نیرو را جور کرد، عساکر و ارتش مطابق هم وقت هر قدری که بود. و آهسته در داخل جامعه مدینه یک شهر است، قانون اسلام را تطبیق کرد. در سیاست خارجیش تطبیق اسلام، جهاد و دعوت این را شروع کرد. دیدین که اسلام پیش رفت. بعد از ایجاد حکومت قانون تطبیق شد. کسی گفته نمیتونست که من نماز نمیخوانم، من حیث مسلمان. کسی گفته نمیتونست که من زکات نمیتم، مسلمان هم هستم. کسی گفته نمیتونست که من حج نمیرم، دلم میرم دلم نمیرم. کسی گفته نمیتونست که من روزه نمیگیرم. کسی گفته نمیتونست که من شراب میخورم، دلم نشه میکنم دلم نه. گفته نمیتونست. حکومت بود. شراب خور مجازات کرد پیامبر در مدینه، نکرد؟ زناکار مجازات کرد، حتی در زندگی سنگسار شده زناکار که اعتراف کردن، دیگه شاید هم نبوده اعتراف. قاتل قصاص کرد پیامبر. رازنا و اختطافگرا را دست و پایشان قطع کرد. سود از بین برد. مارکت های یهودی ها بود. تجارت مشروع اسلام، بیع و خرید و فروش مشروع را بیان کرد. در بازار میگشت خود پیامبر. و در سیاست خارجیش جهاد خدا
شروع کرد جهاد مقدس به خاطر نجات انسانهای مظلوم که از طرف ملتایشان سرشان ظلم میشد. آهسته آهسته مکه را فتح کرد در سال 8 هجری. بعد از او فرصت پیدا شد، یک کمی که مسلمان ها حکومتشان تقویه شد، سعی کنیم پیامبر صلی الله علیه و آله خط روان کرد. اول دعوت داد به امپراتوری فارس، کسرا، روم، قیصر، به مصر، بحرین، یا 8-9 کشور خطا را روان کرد. مشهور که بیاین مسلمان شوین، ایمان قبول کنین، اسلام قبول کنین. اونا قانون داشتن، حکومت داشتن، اما حکومت قانون اسلامی نبود، قرآنی نبود. او را گفت بیاین در تحت قانون قرآن، در تحت نظام اسلام و قرآن دی بیاین. به چی دعوتشان داد؟ آیا حکومت نداشتن؟ قوت نداشتن؟ اول قدرت های دنیا بودن، ظلم میکرد به بالای ملت هایشان. در صلح حدیبیه ببینین خطای پیامبر، بعضی قبول کرد و بعضی رد کرد و بعضی سکوت کرد و بعضی خطش پاره کرد، مثل امپراتور ایران. پیامبر صلی الله علیه و آله را بددعا کرد، گفت الله مزقهم کل ممزق. همین قسمی خط پورا توته کردن، توتهشان کو، پرچهشان کو. همون تو شد فارس، این تو ضعیف شد، شکست خورد. وقتی که مکه فتح شد، دنیا گفتن اوه این خطر است به نظام ما، با حکومت ما، تصمیم حمله را گرفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 9 هجرت جنگ تبوک در برابر امپراتوری روم رفت. رومی ها بسیار نیرو را جمع کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با 30,000 نفر در برابرشان قرار گرفت. رعب و هیبت، وحشت در دلشان افتید، حمله نکردند. پس بازگشت کرد. یک شکست بر از اونا بود، زیرا الله برش گفته بود که لتحکم. دیگه آیت ها در سورت مائده است. الله می انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن به تو نازل کردیم، فحکم بین الناس، در بین مردم حکم کو، و ان احکم بینهم بما انزل الله، با آنچه که الله نازل کرده حکم بکو، ولا تتبع اهواءهم، خواهشات از اینا را تابعداری نکنی. این حال در حکومت یک رئیس دولت، یک رئیس حکومت می باشه. الله میگه اطاعت از او واجب است. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مؤمنین خبردار، اطاعت کنین از دستور الله و از پیامبرش و از اولو الامر. اولو الامر کیست؟ عبدالله ابن عباس میگه امرا و حکام، حاکمتان، رئیس دولتتان، رئیس حکومتتان، از این والی هایتان، از این اطاعت کنین. پیامبر صلی الله علیه و آله والی ها را در زندگی خود تعیین کرد، والی یمن، والی بحرین و مکه، اطراف ازی. 10 سال حکومت داری کرد، عدالت کرد، قانون اسلام تطبیق کرد. احادیث هم بسیار زیاد است. همین که به این الله یأمر بالعدل و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی که حکم میکنین، حکم بدون حکومت بدون قوت نمیشه، حکم به عدالت بکنین. این الله یأمر بالعدل، الله به عدل امر میکنه. این کلش به صدها آیت است. و هدف پیامبر صلی الله علیه و سلم در 13 سال دعوتی بود که یک حکومت قوی، یک نظام ایجاد شد. و این کار کرد. الله برش توفیق داد، الله مدد کرد، نصرت کرد. بسیار زحمت ها را کشید، بسیار تکلیف ها. مسلمان های اول جان خدا ندادن، مال خدا ندادن، عزت و آبروشان از پیششان رفت تا که حکومت و نظام آمد. در حدیث بسیار احادیث است که از پیامبر صلی الله علیه و آله میگه اسمعوا و اطیعوا ولو استعمل علیکم عبد حبشی. اسمعوا، بشنوین، اطاعت کنین از امیرتان اگر که مقرر شود سر شما یک غلام حبشی. نگوین که سیاه پوست، سفید پوست، هم زبان و ما و هم سمت ما و هم وطن و من نیست. میگه غلام باشه، غلام قانون اسلام تطبیق کنه، از او اطاعت کنه. حالی که ببینی در جای اسلام، تنها افغانستان نیست، فلانی والی میشه، چه کار است؟ از کدام قوم است؟ از کدام سمت است؟ زبانش چیست؟ فلانه زبان قبول ندارم، فلانه قوم قبول ندارم. بگوی مسلمان است، قانون اسلام تطبیق میکنه، او صحیح است، امانه قوم باشه. این دیگه آدم قانون اسلام تطبیق نمیکنه، علیه اسلام خیر است، می قوم هم زبان و مس است، خودم است.
از خود ما باشه. حال مسلمان های قرن 21 ببینی، اینی مسلمان هست. مسلمان های قرن 21 پشت قوم، خیلی قوم پرستی دیگه چی شده؟ چقدر گناه کلان است، چقدر بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماید بسیار است که من مات ولم یکن فی عنقی بیعت مات میتة جاهلیه، متفق علیه. کسی که بمرد در گردنش بیعت یعنی تعهد با رئیس دولت مسلمان نباشه، میگه با مرگ جاهلیت میمره. مرگ جاهلیت مرگ پیش اسلام، یعنی بسیار با یک گناه است، گناه کبیره. از امیر مسلمان، از رئیس دولت یک مسلمان اطاعت نکنه. البته می فرماید که اسم و اطیعوا بشنوین عمل کنین ما لم تؤمر بالمعصیه، تا که به گناه امر نشدین. اگر رئیس دولت بسیار حق داره، اما اگر زمان به گناه، معاصی، فحشا، بی‌حیایی امر کنه، مخالفتش واجب است، اطاعتش نه، اطاعتش نکنی. و تعهد هم یک مسلمان با یک رئیس دولت با اینمی شرایط میکنه. پیامبر میگه من اطاع الامیر فقط اطاعنی، کسی از امیر مسلمان، رئیس دولت مسلمان اطاعت کنه و اطاعت مرا کرده، و کسی که اطاعت مرا کنه دخل الجنه. احادیث هم بسیار زیاد است که اطاعت امیر. خب اجماع امت چطور است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از 10 سال در مدینه از دنیا رفت. مسلمان ها فکر میکنن که اول امپراتورای دنیا شکست میخوره، مسلمان ها اول قدرت میشه، بعد پیامبر مرگش میاد. اما او کار نشده بود. الله رسالت رسان تکمیل کرد، حکومت ایجاد شد، نظام ایجاد شد، پیامبر از دنیا رفت. بعضی باور نمیکرد، مثل عمر رضی الله عنه که پیامبر وفات کرده باشه، گفت کسی بگوید که پیامبر وفات کرده من ایره میکشم، ایتو میکنم. ابوبکر صدیق آمد، مردم قال مقال است، یک قال. عمر گفت خاموش باش. عمر و ابوبکر چرا در وقت مطرح است؟ واضح است، به خاطر که اینا معاونین پیامبر بود در حیاتش. معاون اولش ابوبکر بود، معاون دومش عمر رضی الله عنه بود. به می خاطر یا گپ میزدن، مردم گپ یارا میشنید. پیامبر بر از اینا ارزش داده بود، تقوایشان، اعمالشان. هر وقت یک مشکل میشه دوران پیامبری ابوبکر عمر. حتی حدیث صحیح پیامبر میگه اقتدوا من بعدی بابی بکر و عمر، بعد از ما با ابوبکر و عمر اقتدا بکنید. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، غیر ازی. با ابوبکر و عمر خاص دستور است. با بالای شما لازم است سنت و طریقه و هدایت ما و از خلفای راشدین، مخصوصا ابوبکر و عمر. اینا بسیار ارحم امتی به امتی، مهربان ترین امت ما با امت ما ابوبکر است. و شدهم فی امر الله عمر، شدیدترینشان در تنفیذ حکم الله عمر است. و اقضاهم علی، خوب فیصله قضا باز علی را گفته. حال باش که علی را یاد کنیم، یگام تا میگه وای از علی رضی الله عنه یاد نکرد. چطور نمیکنیم؟ هر جای بس جای ضرورت نمیشه نمیکنیم. اینا سعی کنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد، هنوز جنازهش تکفین و تجهیز نشده، صحابه جمع شدن که امیر تعیین شود، رئیس دولت، رئیس حکومت، رئیس نظام اسلام تعیین شود. اینقدر مهم بود. اینجا اجماع صحابه در سقیفه بنی ساعده انصار جمع شده بود که کی را امیر تعیین کنیم. ابوبکر و عمر خبر کردن، عاجل خدا رساندن، کال کدام جنجال اختلاف پیدا نشه. دامت دو رئیس دولت، دو حکومت جور نشه، زیرا دو رئیس دولت، دو حکومت در اسلام حرام است، ناجایز است. قوت مسلمانان را، وحدتشان، یک پارچگیشان، نیرویشان از بین میبره. عاجل خدا رساندن، گفتن کی امیر باشه؟ ابوبکر رضی الله عنه گفت که ما از رسول الله شنیدیم صلی الله علیه و سلم. صحابه تو ایمان داشت که میگه پیامبری گپ گفت خلاص آمنا و سلمنا. ای تو نبود که فلسفه بگن شاید هدفش او بوده باشه، شاید هدفش او بوده باشه. حالا یک حدیث میگی در دنبال از او 1000 فلسفه میکشن، دی فیلتر پرتو، دو پرتو آخرش هیچ میکنه. ابوبکر گفت الائمه من قریش، امامایتان قریشی می باشه.
انوار انصار گفت شما پیامبر صلی الله علیه و آله میفهمید که قریش عرب ها با او جمع میشن، قوت مسلمان ها است که رئیس دولتشان قریشی باشه. این به خاطر قوتشان گفته بود. در و مکلانایی که انصار بودن، کلانا و بزرگای اهل مدینه گفتن صحیح قبول کردیم. همه گفت من امیر و منکم امیر، امیر شما جدا از ما جدا. ابوبکر گفت امکان نداره، اسلام یکی، جامعه اسلامی یکی است، حکومت مسلمان ها واحد می باشه، باید یک نفر امیر باشه. ایران پذیرفتن. بعد از او دست خود به عمر پیش کرد، گفت تو بسیار در حکم الله جدیستی، پیامبر تو را دوست داشت، ما که تو بیعت میکنیم. عمر گفت امکان نداره. گفت تو کلان ما، پیامبر تو را در هر چه کار پیش میکرد. در نماز واقعا که پیامبر صلی الله علیه و سلم مریض بود، ابوبکر را پیش کرده بود. گفت در دین ما تو را پیش کرده، در دنیای ما تو را پیش میکنیم. گفت ما دست بت بیعت میکنم من حیث رئیس جانشین پیامبر، خلیفت رسول الله، و پیامبر رئیس حکومت مسلمان است، غیر از اینکه پیامبر است. بیعت کرد. بعد از او ابو عبیده ابن جراح باز انصار، دیگه صحابه کلش بیعت. علی رضی الله عنه نبود، همو محمد بیعت کرد. هیچ کس نمانده که حالا بگویم فلانی نکرده. باز خطبه خدا بیان کرد. سعی کنین بهترین امت است، مجتهد است، مفسر، هر چی که میگه. گفت ما سر شما مقرر شدیم، نمیگم که ما بهترین تان است، تا وقتی از ما اطاعت کنین که ما برای اسلام روان باشم. آفرین، توی خطبه را گفت تا وقتی که مطابق قرآن و حدیث میرم از ما اطاعت کنین. هر وقت به منحرف شدم گفت اصلاح کنین، مرا یاد بتین، مرا بفهمانین. ضعیفتان پیش ما قوی است تا که حقش از ظالم نگیرم، و قویتان پیش ما ضعیف است یا نمیتونه که ظلم سر دیگه کس بکنه. اسلام نافذ است مثل پیامبر، هیچ کمبودی اجازه نیست کسی کم کنه. بعضی قبایل گفتن ما زکات نمیتیم. گفت برین، گفت چیزی که با پیامبر میکردین همون کارا بکنین. گفت قسم به الله والله من فرق بین الصلاه و الزکات لو قاتلنهم. کسی بگه که نماز میخونم زکات نمیتم، میجنگم با امرایشان. جنگید با امرایشان، شکستشان داد. مردم بعضی خیز بیدین شد و تمام در 1 سال شورش ها را آرام کرد. سال بعدی گفت قانون اسلام باید پیشروی کنه، عراق فتح کرد. پیشروی به طرف انسان های ظالم بود. سعی کنین، یعنی اینقدر یک فریضه است حکومتداری و نظام اسلام داری که هنوز جنازه پیامبر صلی الله علیه و آله خوانده نشده، امیر تعیین شد. اجماع است، اجماع صحابه است. این حال سعی کنین پیامبر صلی الله علیه و آله اینقدر به نظام حکومت درجه میته، میگه اگر کسی به خاطر تطبیق نظام الله، به خاطر پاسداری از نظام و حکومت اسلامی جان خود از دست بده، شهید است. همین که الله در قرآن میگه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا یا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. گمان نکنین کسایی که کشته میشوند فی سبیل الله. فی سبیل الله چی است؟ لإعلاء کلمت الله، به خاطر عالی کردن کلمه چیست؟ حکم و دستور الله، قانون الله. قانونش چیست؟ قرآن، سنت. گمان نکنین کسایی که دایی را کشته میشن که قانون الله نافذ باشه، نظام الله، حکومت الله، یا را گمان نکنین مثل مردا، بلکه اینا زنده هستند، پیش ربشان رزق داده میشن. این شهادت به ای داد که از نظام اسلامی، از حکومت اسلامی، از قانون اسلام جان خودم میته، پیش الله قرضش داره. از شهید که کسی درجه بالا نداره، شهادتش فقط بین می خاطره، دیگه یعنی او کدام کمال نداره پیش الله. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که کسی که به خاطر حاکمیت دین الله من قاتل لتکون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله، کسی که می جنگد تا قانون الله در دنیا حاکم باشد، اینی در راه الله است، اینی میمره شهید است یا کشته میشه. اگر کشته میشه شهید است، میمره پیش الله بسیار درجه داره. چقدر ارزش دارد حکومت و نظام. اینا خوب بفهمیدین. 16 سال حکومتی که پیامبر ایجاد کرد از نگاه تاریخی ادامه پیدا کرد. در سال 1924 هم یک حکومت واحدی که مسلمان ها داشتن به نام خلافت عثمانی که میگفتن.
اون مسلمان ها حکومت خدا نه دست دادن. بعد از اون مسلمان ها با حکومت های مختلف تقسیمات به اساس قوم و قبیله، حکومت به اساس چی جور کردن؟ قوم و قبیله، زبان. این میال تاجیکستان یک حکومت است یا نی؟ اونجا کدام قوم است؟ قوم تاجک یک حکومت جور کرد. ازبکستان، ازبک‌ها خواستن یک حکومت به نام خود. ترکمنستان، ترکمن‌ها خواستن به نام خود یک حکومت جور کردن. حالی همی سه قوم جور کرده، دیگه قومایی که در تاجیکستان در اینجا هم است، تاجیکای افغانی. حالا میام که برن بگم ما هم تاجیک هستیم، میگه برو شما رو هم قبول نداریم. نه تاجیکستان اونو منطقه، ازبکستان ازبک اوزو منطقه، ازبکای جرام قبول نداره. ترکمنستان او منطقه و همین قسم افغانستان. نه؟ پیش از نام افغانستان خراسان بود. افغانستان شاید که دیگه حال من تحلیل نمی کنم که اکثریت کسایش در وقت برادرای پشتو زبان بودن، افغانستان نام ماندن. یعنی به نام یک قوم. افغانستان این افغان. قوم افغان. این قوم افغان چقدر است؟ سابق میگفت 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 34 میلیون. از این زیاد کدام کس دیگه اینجا گنجایش داره؟ نه میگه. اگر افغان است، از نسب اینا خوب و غنی، اگر نه اینجا نمیتونه زندگی کنه. عرب خیست، عربستان با در بین عرب ها کلش یک زبان، قطر و کویت و بحرین و عمان و قجور کردن. نه امارات متحده عربی که میگه. اونا حکومت های جدا، بیرق های جدا، هر کدامیش دشمن دیگهش، هر کدامیش علیه دیگهش. حالا ما حکومت بیش از 50 کشور داریم. هیچ سابق یک حکومت داشتیم در دوران پیامبر، تا 13 قرن چند حکومت داشتیم؟ یک. کل دنیا را رهبری میکرد. کل مسلمان ها تحت یک جغرافیا یک بیرق واحد داشتن، یک اقتصاد، دنیا را رهبری کرد. کسی مسلمان ها توهین کرده نمیتونست، کشتنش خوبان. حالا هر جای از گنجش که آسان است، حیوان حق داره. مسلمان روزی 1000 10,000 کشته میشه، هیچ پرسان نیست. حالا که بیش از 50 حکومت داریم، هیچ فکر میکنی که هیچ وجود نداره. همیال مسلمان های غور در چین ببینین، 1 میلیون مسلمان بندی به خاطر جرم نماز کشته شده رایست، شکنجه شده رایست. کسی پرسان شکده میتونه؟ کدام حکومتی که مسلمان محکومش کردن؟ محکوم بگویم محکومش میکنیم، بس شدت الفاظ به می زبان گپ زدن نمیتون. این همی گپ خوازی است. عقل داریم یا نداریم؟ ولی باز که بگوی تو حکومت چطوری؟ سوپر طاقت، سوپر پاور، نامای کتا کتا سر خود مانده. پاکستان در جهان 7مین کشور دنیا، بم اتم بم داره. میگه اتم بم و چی به درد میخوره اتم بم؟ همون کسی که مسلمان هم میکشه چاپلوسی غلامی و نموره که داره که اتم بم بش غلامه. ما ندیدیم که پاکستان چین محکوم کنه، به زبان محکوم نکنه. کی محکومش کرد؟ رئیس جمهور امریکا ترامپ گفت که ما محکوم میکنیم چین. این میال تحریم اقتصادیش کرده. چرا مسلمان های ایغور ترکستان شرقی را به خاطر عبادت و به خاطر عقیدش مجازاتش میکنی؟ فرانسه محکومش کرد، انگلیس محکومش کرد. یک مسلمان نه صدای خدا بکشه. باز چی میگن؟ این حکومت ها به اساس ضرورت ها بنا شدگی است، ما باید حمایت کنیم. الوطنیه، نه برو دیگه، وطن یا کفن یا ایو یو، تبا کت ما شما را. حکومت و نظام در اسلام یک فریضه است، بسیار مهم است. ایجادش، تطبیق ازی، تطبیق هر قانون اسلام بدون حکومت شده نمیتون. اینمیال دینمی خانه، دینمیال این وقت نماز است. نه بس ها نفر خواب است، چیزش در موبایل، چیزش در چیز، هیچ نماز نمیخوان. حتی در میدام نمیه. نام یکم تا را عید محمد و اختر محمد ماندن، نه تنها در عید میه، هیچ در میدام نمیه. در میدام نمیبینیش، در جمعه خو هیچ نمیبینیش، در 5 وقت قطعا نمیبینیش. از اسلام بوی نمیبره. بوی همین کلمه تا لا اله الا الله چی معنا؟ این قدره که میگم من میفهمیدم باید مولوی یک مسجد میبودم. یک معنای کلمه خدا بفهمم باید مولوی کجا باشه؟ مسجد باشه.
چیز که چرا جهالت است حکومت که باشه اسلامی میگه هر کس در جماعت 5 وقت نباشه اینی جزا، در جمعه نبود این جزا را داره، در ظرف 1 سال قرآن یاد نگرفت اینی جزا برش، 1 سال پول چرخی بندی خانه. باید ببینیم کی یاد نمیگیره. کلگی ای تو علم می داشته، ای تو فهمیده، ای تو عبادت، ای تو اطاعت. اگه ای گناه را کرد اینی جزا، اگه ای گناه را کرد اینی جزا. در این وقت تشویقشان میکنه، ترغیبشان میکنه. حکومت بسیار مهم است در اسلام. حکومت با طبعا بیرق‌ها داره، بیرق‌های پیمسا مختلف بوده. از بیرق این علامه و نشانی عزیز که این نظام شیعی است. پیمسا در بیرقش کلمه توحید بود، بعضی وقت بیرق سیاه، بعضی وقت سفید، یعنی مختلف استعمال کردگی است بیرق‌ها. بعضی میگن که پیامبر بیرقش واجب است، بعضی میگن سنت مؤکد. خب بیرق باشه. حالا من شنیدم، خبر نبودم، مچ مسابقه بوده، وقدر دمی چیزا ارزش نمیته، روز بیرق نه یک روز دیگه به نام بیرق شده. ما گفتم این روزا از مردا و زنا و اطفال و دیقان و همه خلاص شد، در بیرق مال یک روز شد. ما چون که حالا شاید یک روزم به نام روز موتر هم جور کنن، روز موتر، روز بایسکل نه، روز چی، یک روز تخصیص بتیم نه، یک روزم شاید لباس باشد، روز پیران تنبان نه، بعد ای وقت پیران تنبان ها رو بفروشین بپوشین و چی کنین. بیرق در نظام اسلام به خاطر که جمع شوند اکثر در جنگ ها و لشکرها استعمال میشد، این وجود داشتگی است. دیگه من تاسف دوستا به این میکنم که یک کسی اسلام میفهمه، قانون اسلام به خاطر از او جان دادن شهادت است، وای به او کسایی که علیه اسلام جان خود میته، علیه اسلام، علیه نظام اسلام، علیه قانون اسلام جان خود میته. جان بسیار جای تاسف است، بسیار خسران کلان است، بسیار زیان و تباهی است، هلاکت و بربادی است بر یک مسلمان. الله میگه به خاطر نظام دستور ما جان تبته که به حیات ابدی بری، او میگه علیه از او جان خود میته، افتخارم میکنه من فلانی خان شدم، این شدم، اون شدم. همین دشمنای اسلام استعمال میکنه ما و شما را، به منافع خود استعمال میکنه. جوانای ما را بسیار جگرخون میشیم، غمگین میشیم که چرا این جوان دنیایش هم خراب شد، آخرتش هم خراب شد. چرا این جوانی تو شد؟ این تو نیست که ما خوش شویم خوب شد اینقدر مسلمان کشته شد، نه. اما میگیم چرا این مسلمان درک نمیکنه، چرا عقیده خدا، چرا ایمان خدا، چرا به الله خالق کائنات باور نداره، به یک کافر بدبخت به او اعتماد داره، به او باور داره. دوستا اهمیت نظام و حکومت اسلام باید بفهمیم و برای جان دادن، هر نوع مصرف کردن، کلش عبادت، اطاعت، خوشبختی، سعادت است. صحابه واقعا این کار کردن. بعد از ابوبکر صدیق که عمر رضی الله عنه 2.5 سال ابوبکر در قدرت بود پیشروی کرد، در 1 سال شورش ها را عمر رضی الله عنه 2.5 سال آمد اول قدرت های دنیا را شکست داد. در دوران حکومت عمر رضی الله عنه مسلمان ها اول قدرت دنیا بودند، هیچ رقیب نداشت. دنیا اینقدر عدالت بود که کافرها از سرزمین‌های خود در سرزمین‌های ما می آمدند. الحمدلله در دین اسلام به یهود نصارا اجازه است که بیاید با شرایط زندگی کنه. اونا اینجا می آمدن. این تو امنیت بود، خوشبختی بود در دنیا. هر جای می رفت در 3 قاره مسلمان‌ها یک حکومت داشت. بعضی را تاریخ نمیفهمه. آسیا، افریقا و اروپا خب همین اسپانیا را فتح کردن. به خاطر تطبیق عدالت، جانگشایی نبود، ظلم نبود، نظام عدل الهی حاکم شود، مظلوم انسانای مظلوم نجات پیدا کنند، حقوق مرد و زن در اونجا برش داده شد. او وقت زن کسی انسان عطا نمیگفت، هیچ حق بر زن قائل نبودن. همین خود اروپایی ها در وحشت زندگی میکردن. در 3 قاره مسلمان میخواست از همینجا در مرکب خود اسب خود بشینه تا اسپانیا سر اسب بره، کسی او را چیز نمیگفت کجا میری، یا مرا پاسپورت تا مرا ایتا. حالا ما شما از اینجا تا کمی موتر تیز کنیم ترخم میرسه و مسلمان شیخ چرت ازی میگه قبولیت دور بخو کجا میری، ما مسلمان هست نه همون پاسپورت تا هم چیر میکنه او را مسلم میپرد. ایسو میری تاجیکستان میرسه، اوسو میری ازبکستان میرسه. در اینجا با ما زندگی را تنگ کرده، جنگ است، بزن او بزن، ای بزن او بزن. حالا میگن کجا بگریزیم؟ نه.
رای گریزم بر مردم بند کردن. بسیار ظلم است، کل چیز که نظام اسلام، حکومت اسلام قوی که تطبیق کنه، تا که قانون اسلام تطبیق نشه، تنفیذ نشه، اونجا دیگه ما دارای عزت و دارای آبرو، دارای آرامش، امنیت، صلح این گپا شده نمیتونه. دیگه الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه که کار کنیم، متحد بسازیم، خدا بیداری بتیم. بسیاری مردم ما نمیفهمد که یک حکومت قوی باز ما آسان است. آیا سوال اینجاست که داینده مسلمانان دارای یک حکومت قوی میشه یا نه؟ بعضی نمیفهمم. بله احادیث بسیار زیاد است، پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن آیات هم است بشارت داده است که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم. الله می در آینده هر وقت مؤمنین صالح باشن ما قوت دنیا را برشان میتیم. لا یستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. دینشان حاکم میسازیم. این شدنی است. پس مسلمانا این مرزهای کلش خودشان وسو میکنن، کلش برادر میشن، تاجیکی و ازبکی و ترکمن و پشتون و عرب و ترک و کلش یکی میشن. دوباره مثل سابق میشن، متحد میشن، در دنیا عدالت حاکم میشه، این ظالما گم میشن. اما تا مو وقت که میشه نمیشه معلوم نیست. میشه میال مرگ ما و شما بیا. شما خدا غلط استعمال نکنید. زنده باد مرده باد، ناحق زنده باد نگو. بسیاری گپا و اشاره خطرناک است. پشت آدم ظالم، پشت آدم مفسد، پشت آدم فسادکار زنده باد مرده باد گفته نداو. هم عبادت کنیم، هم اطاعت کنیم، هم آگاهی بتیم و هم دعا بکنیم. دعا بسیار مهمه که الله ما مسلمانان را یک وجود، یک پارچه، یک جغرافیا دارای یک حکومت و نظام قوی بساز. این مشکلات ما را حل کو، مثل که در دوران پیامبر خلفای راشدین بود. اینمی تو یک حکومت الله با ما بیار. پیش الله آسانه. خدا اصلاح کنیم، فساد نکنیم. فکر کنیم که امیال حکومت اگر باشه این جزا ما گناه نمیکنیم. حالا الله مرا میبینه. بین که گناه نکنیم، گناه خدا ترک کنیم، از هر گناه توبه بکنیم. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم.